کیه؟ دوستم بود. من میشناسم؟ نه، مگه قرارمه دوستی منو تو بشناسی؟ خب برای من مهمه. کسی که کنارمه با کیا رفت آمد میکنه، کیا دور و برشن. میتونم گوشی تو ببینم؟ گوشی حریم شخصی منه. مگه من تا الان گوشی تو رو چک کردم؟ رمزش 1352. امیر، من خوشم نمیاد کسی عدد شفاکار رو بر من در بیاره ها. من فقط ازت پرسیدم که کی زنگ زده. مگه این اشتباهست؟ نه اشتباه نیست. فقط من و تو ازدواج نکردیم که وارد حریم شخصی من بشی. مگه تعهد داشتن؟ به یه خط نوشته و 2 تا امضاست. من و تو با هم حرف زده بودیم. بهونه از این بهتر نبود؟ الان میخوای سر این رابطمون رو تموم کنی؟ روزی 100 نفر بهت زنگ میزنن. مگه من ازت میپرسم کیه که اینجوری داری شلوغش میکنی؟ اون کسی که داره شلوغش میکنه تویی. من فقط ازت پرسیدم که کی زنگ زده، چون برای من مهم بودی. و خب خوب شد که الان جایگاه تو رابطه فهمیدم. و اینکه داستان چیه؟ چرا همیشه کسایی که مقصرن طلبکارن؟